با سلام به کانال کتابخانه صوتی خوش آمدید. امروز به ادامه کتاب روانشناسی تاریک اثر مایکل پیس میپردازیم. لطفاً برای دیدن ادامه کتاب و کتاب‌های بعدی، کانال را دنبال کنید. ترفندهای سوء استفاده عاطفی. اکنون شما دقیقاً می‌دانید که سوء استفاده پنهان عاطفی چست و با انواع موقعیت‌هایی که ممکن است این اتفاق در آنها رخ دهد آشنا هستید. تا به اینجای کار، شما به درک بنیادی خوبی از این موضوع دست یافته اید، اما شناختن برخی از تاکتیک‌های خاص که توسط سوء استفاده‌گران عاطفی برای دستیابی به کنترل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی سوء استفاده پنهان عاطفی این است که تا حد ممکن غیرقابل شناسایی باشد. هدف این بخش آشنایی هرچه بیشتر شما با این دنیای اسرارآمیز و پنهان است. بمباران عاطفی تکنیکی است که معمولاً در آغاز تعامل سوء استفاده‌گران عاطفی با قربانیشون مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک شامل نمایش ناگهانی و شدید احساسات مثبت نسبت به یک قربانی است. این مسئله ممکن است بسیار دور از ذهن به نظر برسد که اگر شخصی در تلاش است به شخص دیگری آسیب برساند، چرا در ابتدا باید اینقدر مثبت عمل کند؟ پاسخ این سوال بسیار ساده است. زیرا این نمایش احساسات در خدمت اهداف خودشون طراحی شده است. تئوری بمباران عاطفی اینطور پیش می‌رود که احساس شدیدی از اعتماد، محبت و انطباق پذیری را از جانب قربانی نسبت به سوء استفاده‌گر عاطفی ایجاد می‌کند. میزان استفاده از بمباران عاطفی بستگی به ارزیابی سوء استفاده‌گر عاطفی از وضعیت قربانی دارد. قربانی که تنها، ناامید و به دنبال حمایت و آسایش است، احتمالاً با عشق شدیدتر و آشکارتری بمباران می شود. چرا که سوء استفاده‌گر احساس می کند قربانی پذیرای حجم بیشتری از احساسات است. به همین ترتیب، بسته به نیاز قربانی، سوء استفاده‌گر او را ارزیابی می کند و مورد هجوم احساسات مثبت قرار می دهد. از توصیف بمباران عاطفی می توان دو درس مهم آموخت. اولین درس، به طور کامل ماهیت پنهان روانشناسی تاریک را نشون می دهد. تصور کنید در آغاز یک رابطه، بمباران عاطفی را به عنوان یک نشانه منفی تشخیص بدهید. اما در این حال با خود بگویید، خب این شخص واقعاً با من خوب بود و باعث شد احساس خوبی داشته باشم. بعید است چنین عباراتی به پرچم قرمز یا علایم هشدار دهنده در مورد احتمال وقوع سوء استفاده عاطفی ختم شود. این کتاب سعی دارد به شما بیاموزد که چگونه ممکن است یک کلاهبردار عاطفی در پوشش محبت دروغین خود را پنهان کند تا شما را به دام بیندازد. دومین درسی که می توانیم با درک بهتر تکنیک بمباران عاطفی بیاموزیم این است که میزان درجه بندی روانشناسی تاریک نسبت به موقعیت هر فرد منحصر به فرد است. سوء استفاده‌گران با تجربه در طول زندگی خود افراد بیشماری را به طور مخفیانه کنترل کرده و مورد سوء استفاده قرار دادند و از هر تجربه سوء استفاده عاطفی درسی آموختند. بنابراین آنها از شدت و زمان مناسب برای اعمال هر یک از تکنیک‌های روانشناسی تاریک در شرایط متفاوت به خوبی آگاهی دارند. هر کس نسبت به رفتارهای محبت آمیز واکنش متفاوتی نشان می‌دهد. به عنوان مثال، تعریف‌های مثبت در مورد برخی از افراد بسیار کارساز است، در حالی که ممکن است فرد دیگری با گرفتن هدیه به همان درجه از رضایت مندی دست یابد. اگر کسی که در زمینه روانشناسی تاریک به اندازه کافی با تجربه نیست تکنیک بمباران عاطفی را هدف بگیرد، بعید به نظر می‌رسد در این کار توفیق زیادی داشته باشد. دلیل این اتفاق آن است که مسئله نیاز به شناختی دقیق از میزان پاسخگویی قربانی به تکنیک منتخب دارد. همونطور که یک دکتر قادر به تجویز درمان مناسب در دوز مناسب است، یک سوء استفاده‌گر حرفه‌ای نیز قادر به انتخاب تکنیک صحیح با میزان اثر بخشی مناسب است. ادامه این کتاب بخش‌های دیگر این کتاب فردا در کانال کتابخانه صوتی قرار خواهد گرفت. لطفاً برای دیدن ادامه کتاب و کتاب‌های دیگرمان کانال را حتماً دنبال کنید. با تشکر.